سلام رفقا، چطورید؟ امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از مسی که 15 تا از ماشینای مسی که از زندگی خیلی گرونتره به چنل خودتون خیلی خیلی خوش اومدید به دنیای فوتبال و اخبار و حواشی فوتبالیستای معروف. و تا دیر نشده لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه و بریم سراغ ویدئو. قرار 15 تا از ماشینای مسی رو معرفی کنیم که از زندگی خیلی گرونتره و حتی از زندگی خودم هم گرونتره. فراری F430 قیمت حدود $20,000، بازم خوبه. فراری S335 اسپایدر اسکالیتی قیمت حدود $30,000، مدل نادر. 30 میلیون، نه دیگه $30,000. مازراتی توریزمو قیمت حدود $150,000. آودی Q7 قیمت حدود $60,000. آودی R8 قیمت حدود $20,000. رنج روور واک قیمت معادل $90,000. $90,000 میگم بچه، خیلی پوله ها. مثلا راحت میشه باش یه لامبورگینی که راحت میشه گرفت، بعد یه خونه لوکس هم میشه تو تهران هم گرفت. بعد دیگه چی میشه؟ خیلی پوله. بوگاتی ویرون قیمت حدود $1,700,000. لامبورگینی گالار 2 قیمت حدود $20,000، نه دیگه $200,000. بعد شرولت امپالا قیمت حدود $30,000. پژو 5008 قیمت حدود $40,000. و اینم بگم بچه، من پژو 5008 نشنیده بودم. پژو 405 207 206 که امیران معروف به 206 هن. البته خودم هم امیرم، ولی معذرت میخوام از بقیه امیرا. حالا چرا معذرت بخوام؟ اونو حقیقت رو گفت. بعد چی میخواستم به شما بگم؟ پژو پارس، همون الیکس خودمون. ماشینای عجیبی در شده و الیکس رو تبدیل کردن به مثلا یه ماشین لوکس. حالا ببینیم بعدی چیه. تویوتا پریوس قیمت حدود $25,000. بازم بشه لامبورگینی گرفت. مرسدس بنز SLS AMG قیمت حدود $200,000. مرسدس GLE، مرسدس که میام مرسدس بنز دیگه، GLE قیمت حدود $70,000. پورشه پانامرا قیمت حدود $100,000. BMW M4 BMW M4 خدا لامصب. و بچه این قیمت هایی که من برای شما میگم یه چیزی تقریبا حدودیه، بعد دقیق نیست. مثلا یا میبینی اون طبق تحقیقاتی که کردم من در این حد بود، یا مثلا میبینی اون موقعی که خریده این قیمت بوده، یا قیمت الانشه، یا قیمت 10 سال قبله، یا قیمت 5 سال قبله، یا 2 سال قبله، 1 ماه قبله. اینا معلوم نیست. ولی لامصب چه ماشینایی هن واقعا که یه ماشینشو بده راحت همه زندگی منو میگیره به همین سادگی.
حال میکنم با این پولا، چه حالی میده. خب بچه تا اینجای ویدیو امیدوارم که از این ویدیو خیلی خیلی خوشتون اومده باشه و این ویدیو لایک کنید، حتما چنلمون هم سابسکرایب کنید. حتما برید ویدیو قبلی رو که 10 تا از 15 تا از ویژگی‌های رونالدو که هیچ کی خبر نداره، من خودم رو خبر نداشتم و شنیدم شوکه شدم. حتما برید اونا رو هم ببینید و از طریق اون لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتم، دیسکریپشن خیلی مهمه، حتما دیسکریپشن رو بخونید. از طریق اون لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتم حتما چنل رو سابسکرایب کنید، حتما سابسکرایب کنید و از همه مهمتر این ویدیو لایک کنید که خستگی منم درشه. تا ویدیو بعد خیلی خیلی عاشقتونم، به امید دیدار.